ببخشید خانم، من دوستم یه دیت برام اوکی کرده بود، می‌خواستم ببینم شما این. نه خیر. خب خدا رو شکر. عوضی. ببخشید خانم، من گوشیمو زدم، میتونم با گوشیتون به بابام زنگ بزنم؟ مشکلی نیست. یا امام حسین. آبچی دادا. بله قربان. 300 تا داشتی میرفتی؟ نه قربان. اسمت چیه؟ آزادی. فامیل؟ که بری. آزادی که بری. خیلی ممنونم، دوست کرد. داداش پیدا میشه. آقا من میتونم فقط پول اینا رو یه هفته دیگه بیام حساب کنم؟ این چه حرفیه خواهرم؟ شما همسایه ما هستید. بفرمایید دهنتون هم شیرین کنید. نه متشکرم، من روزم. الان که ماه رمضان نیست. آره ولی خب پارسال یه 10 روزشو نگرفتم، تازه امسال دارم میگیرم. شما حساب خدا رو یه سال طول کشیده بدی، بعد برای ما رو میخوای یه هفته‌ای بدی؟ بده من. سیکتی. بدون اینکه حرف بزنی نشون بده پول داری.